میگم بعضی حرفا آهنم خم میکنه، چه برسه به دل آدما. میدونستی کم حافظه ترین موجود دنیا کیه؟ ماهی نیست، اشتباه نکن. آدمیه که بهش محبت میکنی و فراموش میکنه. میگم شاید لبخند من خیلی ها رو ناراحت کنه، ولی لبخند تک تکتون آرزومه. زدم پشتم هر بار. یه رفیق داریم با دشمنا لاس میزنه، یه رفیق هم داریم دشمنا رو با داس میزنه. رفیق داریم تا رفیق. مشتی گلی تو که داد میشد بیا تو حال خرابم گنگ. مشتی گلی بین من و تو خیلی فاصله است. میدونی چرا؟ چون تو پولدار شدن رو واسه پوز دادنش میخوای، من پولدار شدن رو واسه جبران کردن لطف رفیقایی که موقعی که دستم خالی بود بهم کمک کردن میخوام. فاصله زیاده، میفهمی که؟ gönder gelsin düşman gönder gelsin. به خدا فرمول برنده شدن ساده ترین فرمول جهانه، فقط رضایت پدر مادر. همین. آقا مهدی، میگم کلاغه هر کاری میکرد خوشگل نمیشد، بعد هر جا میرفت داد میزد میگفت طاووس خرابه. حکایت خیلی هست. آدمای خوشقلب همیشه بد اخلاقن، چون از دروغ و درویی بدشون میاد، سریع عصبی میشن. قدر آدمای بد اخلاق زندگیتون رو بدونید. bad اخلاق ولی اماس